Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. کنیم با هیئت دسته های نقشه که خود مربیان طراحی کردن باز آشنایی پیدا کنیم. دلیر عزیزوف در با او خسروی صدیقزاد از شهر دوشنبه و همچنین فرهاد کورالف از شهر دوشنبه کمک خواهند کرد. ولی رگرتدست چند مسئولیت هم داشتن. شهرت المرادوف ضربه میزند. توار جوزف یک پرتوف. انا این ضربه نبود. چی ضربه نیست. تا چند سال هنرنمایی کرد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. فشار آوردن فکر میکنم اینجا که واقعا تحت رقم 21 یعقوب جان احمدوف یا محمد شریف یا عبدالفتاح خدای دادزاده را سگانه که در فاصله خیلی نزدیک قرار داشتند. یک بار دیگر از کارگردان خواهش میکنیم که همین نقطه را نقطه که اندک پیشتر بود این حالتی انا همین لحظه اقامت جوزف بود. اما در ادامه سبقت خیلی خوب به مشاهده میرسد که تاثیر دست و این طرز بازیگذاری خیلی خوب است. خدای داد عبدالفتاح زاده پیدا نشد. امیر جان از این منطقه یک ضربه عقل کنه دیگر. بیاد یک بار دیگر این حالت رو ببینیم. کم دورتر از ستون راست دروازه توپ از میدان بیرون شد. با نورالدین مبارزه برد. فوتبال بازانی رگرتد از اکنون رسول فایزوف. یک ضربه رسول. اوی انا این حالتی خیلی مناسب رو هم نورالدین همراقلوف رسول فایزوف یک پرتافت انجام داد و اینجا نورالدین همراقلوف مستقیما پای خود رو گذاشت. در این لحظه بید با صندلی باف از این موقع. بله باز هم شهریار عنایت الله با جریمه‌گاه اینجا انا بو مانا طاهر ملدوسوف حالا ضربه کنجی میزند. و نکنون حالتی خیلی مناسب رو هم خوب استفاده کردن و فضای ادامه شد. فضای ادامه شد و در حالت خیلی خوب و مناسب و دیدنی همه هواداران فوتبال از این حالت خیلی هم بهره‌ور شدند. دلیر عزیزوف هرچند کوشش کرد اما روند تلاش در این مبارزه یک بار دیگر ببینیم که خیلی هم ادامه سبقت و رفتی نیروسنجی. ببینید که محافظتگر ساموئل آفاری 7 دقیقه داور با قسم دوم بازی وقت علاوه تعیین کرد. اوکران امانوئل از این منطقه یک پرتافت دیگر به این منطقه. گل! همه حیرت زده و خاطرات شایسته و عالی. انا فوتبال و ماما فوتبال بسیار هم جالب. بسیار هم جالب. در دقیقه 93 دیدار رفتی میدانداری رو هم بسیار هم مبننگ امانوئل.
بسیار هم رفتی جالب، بسیار هم فرصت مناسب را هم در جریان مبارزه مبنینگ امانوئل استفاده کرد و گل دوم را به دروازه دسته رگرتاده زد. شیرزاد محمدیوف بود. امروقلوف، فیروز، شیرزاد، حکمت الله، خاموش ایستادیم که هیجانی در ورزشگاه فرا گرفته را تماشابینان خوب احساس کنند. واقعا هم امروز در همین لحظه های آخر در این فرصت که خیلی و خیلی هیجان آور شاگردان طاهر مومنوف توانستند که با قلب مخلصان سرشمار باز هم شعله امید و باوری را ضم کنند. در نهایت هم اکامد جاذب گل سوم را به ثمر رسانید و با پیروزی دسته روشن شهر کلوب در این ثانیه های آخرین باز هم زمینه استوار گذاشت. مجبور است که اینجا یک دقیقه را هم به این نوبت گیرد و با همین بازی دسته های روشن و رگرتاده در دور موقوف مانده پنجم چمپیونات مملکت با حساب 3-1 به نفع دسته روشن به انجام میرسد.